سلام به همگی، به همه اونایی که عاشق طبیعت و به خصوص رافتینگ هستن. امروز در خدمتتون هستم که یه سری اطلاعات در مورد تور رافتینگ رو در اختیارتون بذارم. از اول از همه از نقطه‌ای که دوستان تشریف میارن میرسن یه نقطه‌ای و اونجا لباساشون عوض میکنن و تشریف میارن اینجایی که الان میبینید و یه سری اطلاعات مختصر بهشون داده میشه و یه خورده پیاده روی داریم تا نقطه‌ای که قایق و پارو قرار دارن و اون قسمت هم که رسیدیم گروه بندی میشن دوستان، گروه های 10 نفره، 9 نفره، 8 نفره، کاپیتان ها مشخص میشه و هر گروه با آقای کاپیتان قایقشو بر میداره میبره لب رودخونه و واسه حرکت آماده میکنن خودشونو و کل مسیر رودخونه هم 13 کیلومتره. این 13 کیلومتر از این نقطه که میبینید بنده دارم میام شروع میشه، نقطه استارت بهش میگن و پشت سر من گروه های دیگه، قایق های دیگه هم تشریف میارن، حرکت میکنن و توی طول مسیر یه سری جای خروشان هستش که خیلی هیجان داره و واقعا همه لذت میبرن. فکر میکنم تور رفتین یکی از تورهایی هستش که توی آنتالیا هر کی میاد و لذت میبره و فراموش نشدنیه. اینو به زبون میاره همه و متوجه دیگه همه دارن پشت سر من حرکت میکنن، همه ما با فاصله حرکت میکنیم و معمولا سیو واسه هیچ کس مشکلی پیش نمیاد، همه جلیقه و کلاه دارن و اینکه یه سری کارهای هیجان انگیز توی مسیر داریم، یه سری هماهنگی ها که الان میبینید مثلا و اونا شور و شوق توی رافتینگ و خیلی لذت بخشه و همینطور ادامه میدیم، فروشان رو رد میکنیم و یه سری اشخاصی که معمولا حرف بنده رو زیاد گوش نمیکنن یا پارو نمیزنن مثل الان یه شوخی باشون میکنیم و اونا رو میدازیم توی آب و یکم آب میخورن و اونا رو میکشیم بالا و دوباره ادامه میدیم مسیرمون و توی طول مسیر معمولا 3 تا نقطه داریم که باید ایست کنیم. نقطه استراحت اول هستش و نقطه استراحت دوم قسمت نهار هستش و نقطه استراحت سوم قسمتی هستش که نقطه پایانه، یعنی این قسمتی هستش که دیگه رافتینگ تموم میشه و اونجا همه میرن، اونجا دوش هست، کابین هست، میرن لباساشون عوض میکنن و سوار ماشین میشن و تشریف میبرن هتلایی که قرار داشتن. ممنون که این ویدیو رو دنبال کردید. مرسی از همگی و تا ویدیو بعد، خدا نگهدارتون. All eyes on me, live life of a thug nigga until the day I die. Live life of a boss player, all eyes on me. Live life of a thug nigga till the day I die. Live life of a boss player, it's even